درود دوستان عزیز و گرامی، امید که صحتمند باشید. در این ویدیو می‌خوایم ببینیم که پیغمبر اسلام برای چه کاری آمده بود، یعنی یکی از آن کارهایی که پیغمبر اسلام گفته چه چیزی بود. خب دوستان گل، این کتاب صحیح بخاری جلد 1 میریم در حدیث صحیح بخاری نمبر 25. در اینجا به نقل از عمر پیغمبر اسلام میگه ما فرمان داده شدیم توسط الله که بجنگم علیه مردم تا زمانی که اونها شهادت بدن که هیچ اللهی نیست مگر الله و محمد رسولش است و هیچ کس پرستش نباید شود غیر از الله و محمد پیغمبر اسلام است و نماز برپا داره، زکات بده و اگر تمام این کارا را کرد اونها زندگی خود را و مال خود را از دست من نجات میدن بجز قوانین اسلامی و اعمالشان که توسط الله محاسبه میشه. این هم عربی این موضوع. خب دوستان عزیز، پس دین صلح به چه دلیل آمده؟ پیغمبر به چه دلیل آمده؟ متوجه شده؟ و این صحیح حدیث از بخاری. پیغمبر شما آمده تا به زور مردم را مسلمان کنه، بجنگه تا مردم مسلمان شدن. عجب دین صلحه. کمی تعقل کنید دوستان عزیز. تشکر و موفق باشید.